با نام یاد خدا و عرض سلام خسته نباشی به دوستان عزیز. برخی از دوستان و همکاران و والدین میپرسن بازم ویدیو ارسال نمیشه. من قبلا آموزشی گذاشتم در مورد این که چطوری باید ارسال بشه. من با نام یاد خدا و سلام خسته میذارم نباشی برای والدین. مجید جان، برای فرستادن فیلم بزن روی این یه فایل انتخاب کن طولانی باشه، مثلا همین آموزش. خب اینجا شبیه چرخ دنده هست. سمت راست نگاه کن روش چی میزنن. قبل فرستادن یه چرخ دنده هست، بزنی روش سمت راست نوشته کیفیت بالا، سمت چپ نوشته کیفیت پایین. درسته؟ کیفیت بالا رو نزن، حجم کمتر یا کیفیت پایینتر رو بزن، بعدش تایید کن، بعدش هم بفرست. به همین آسونی. خب متاسفانه بازم گفته میشه که ویدیو ارسال نمیشه. تو این کلیپ گفتم که حل مشکل نرفتن فیلم در شات نکته هایی داره. یک، بیشتر از 100 مگابایت نمیره. دو، فایل های خیلی قدیمی تر باز نمیشستن. 3 هفته 4 هفته 1 ماه بگذره از هر 10 فایل 8 تا کلا باز نمیشه، 2 تا فقط باز میشه. و اگر باز نشد باید کشش رو پاک کنی. یعنی چی؟ مثلا همین شات روش فشار بدم نگه دارم، روی علامت تعجب بذارم، نگاه کنی استورج اولی یا حافظه، پایین یک گزینه داره به نام کلیر دیتا که 2 تا داره، یکی کش حافظه بنتان، یکی هم منیجر یا کلیر اوله، یعنی همشو باید پاک کنید. غالبا کش هم خوبه. نگاه کن اینجا بهتون میگه توتال یعنی کلی 1.44 گیگ، اپ سایز یعنی سایز برنامه 157 مگ، یوزر دیتا اون مقدار حجمی که اینترنتی که خورده، و کش هم که همون حافظه پنهانی که وجود داره. شما باید پاک کنید. نشد هم نگاه کنید فایل منیجر داریم، درسته؟ اگه سمت راست پایین رو نگاه کنید چیز شبیه جارو هست. شما تنها کاری که باید بکنید چیه؟ شما باید بزنید روی این حجم میگه 600 2 گیگ 3 گیگ، بعد کلین آپ یعنی گزینه حافظه پنهان رو پاک کردید. مشکل اینترنت نگاه کنید. شما در حالت معمولی غالبا با وای فای میایید، درسته؟ ولی 2 تا گزینه دارین، یا وای فای خاموش میکنید یا خط ایرانسل یا همراه اوله. برین داخل گوگل کروم یا هر چیزی سرعت اینترنت یا تست سرعت اینترنت میزن، نگاه کنید چیزا تست سرعت اولی فرقی هم نمیکنه، شروع تست بزن. اگر وای فای کنده میتونی از اینترنت استفاده کنی. 2 تا اینترنت خط بیشتر داریم، ایرانسل همراه اول. ایرانسل تعداد دکلاش بیشتره، همراه اول تعداد دکلاش کمتره. سرعت ربطی به دکل داره، واقعیت سرعت بستگی داره منطقتون بیشتر کدومش خوبه. برای یوم ثانیه فکر کنم همراه اول بیشتر خوب، ولی سرعت ایرانسل هم تست کنید، به خصوص که دانلود شبانش هم گذاشته برای آپلود دانلود. نگاه کنید 3 قسمت داره. اولی مدت زمان پاسخ یا همون پینگ میگن، درسته؟ 54 میلی ثانیه MS. بعدی سرعت دانلوده. زمان پاسخ چیه؟ زمان پاسخ مثلا برای اونا که گیم میزنن خوبه، مثلا سریع باید هرچی کمتر باشه، یعنی سریعتر اطلاعات رد بدن بشه. ممکن تو گلوله پرتاب کرده باشی ولی میمیری، میگه بابا من که زدم، تو زدی ولی اون سرعت پینگ خیلی بده. اون گلوله بره، تا گلوله بره بخور اونو بکشه، تو مردی، تموم شده رفت. اونا که گیم میزنن بهتر میفهمن. سرعت دانلود اینه 6 مگابایت بر ثانیه، الان کمه. سرعت آپلود یعنی یه چیز داری میفرستی،
پس دانلود برای گرفتن، آپلود برای فرستادن. هم با ایرانسل هم با امر اول کار کن، قلقش دستت میاد. بعد شادت کار میکنه. بازم نشد، خود شاد داره هنگ میکنه. چرا؟ نگاه کن بهت بگم. اینجا رو نگاه کن. یه زمانی شاد برای چت کردن بود دیگه، استفاده کنیم که مشکل رو حل کنیم. بعد آروم آروم همش اینا اضافه شدن بدون اینکه سرورشون رو تقویت کنن و ارتقا بدن، جدیدترین مادربرد بیارن، جدیدترین برنامه ها رو بیارن، جدیدترین گرافیک بیارن که بکشه و نیاوردن. خب کند میشه موقعی که چیز میشه، مدرسه تعطیل میشه. اگه دقت کنی شاد هنگ میکنه چون غیر حضوری شده، همه دارن با هم می سرور شلوغ میشه. این از این. چند تا راه وجود داره برای فرستادن فیلم. وقتی شما با گوشی میگیرید، نگاه کنید، غالبا کیفیتش بیشتره، درسته؟ غالبا کیفیتش بیشتره، ولی میتونید از خود اینم استفاده کنید. وقتی نگه میدارید، نگاه کنید، دو حالت داره. یکی حالت میکروفون، یکی حالت دوربین. برای دوربین یه بار روش بزنید، یه بار نگه ندارید. ما یه چیزی داریم به نام نگه. وقتی فقط روش بزنی سویچ میکنی، تغییر میدی خودت گزینه ها رو. یه بار بزنی دیگه اینطوری میشه. یعنی چی؟ یعنی فیلم میتونی اینطوری کنی. روش بعد آقا شما با دوربین فیلم گرفتین و از اینجا انتخاب میکنین دیگه. مثلا این فیلم، خب قبلا هم گفتم کیفیتشو بیارید پایین. نگاه کن الان 399. نگاه کن از کجا فهمیدی؟ بالا سمت راست زیر سوم به آقای قراباش چی گفته؟ 399 مگابایت، زمان 9 دقیقه و 38 دقیقه، مقدار کیفیت 720 در 1280. شما وسط بکنی میشه 77. میتونه بره کمتر هم میتونه بکنی 60 مگ اگه سرعت اینترنت پایینه. بالاست متوسطش کن. پس دیگه اینترنتت داره. راه حل دیگه ای وجود داره یا نه؟ راه حل دیگه مثلا از همینجا میتونی انتخاب کنی، نگه داری. میکشه. بعد میتونی بفرستی. خب اینم از این. امیدوارم مشکلتون رو برطرف کرده باشه.